دوستان و همراهان همیشگی کانال داستان شب، سلام. داستان امشب داستانی است از گی دو موپاسان، نویسنده شهیر فرانسوی به نام گردنبند. این داستان بسیار زیبایی. امیدوارم تا پایان این داستان با من همراه باشید. او یکی از آن دخترهای زیبا و دلربایی بود که گهگاه از روی اشتباه سرنوشت در خانواده کارمندی به دنیا می آیند. نه جهیزیه‌ای داشت، نه امید رسیدن به ارثیه‌ای و نه وسیله‌ای که برای آن مردی ثروتمند با او آشنا شود، به تفاهم رسد، شیفته او شود و با او ازدواج کند. از این رو تن به ازدواج با کارمندی جست از وزارت آموزش و پرورش داد. لباس ساده می پوشید چون پول خرید لباس‌های گران قیمت را نداشت. او مثل کسی بود که موقعیت واقعی خود را از دست داده باشد، چون پیش خود فکر می کرد که زیبایی، ظرافت و دلربایی در میان زنها حکم شأن و مقام را دارد و جای خانواده و عصر و نسب را می تواند بگیرد و ظرافت طبیعی، میل به چیزهای زیبا و ملایمت طبع تنها سلسله مراتبی است که زنهای معمولی را در ردیف زنهای اسم و رسمدار جا می دهد. پیوسته رنج می برد چون احساس می کرد که برای این آفریده شده که از همه نعمتها و چیزهای تجملی بهره مند شود، از فقر خانه خود، از ظاهر زشتی پرده ها در رنج بود و کلافه‌اش می کرد. وقتی چشمش به قیافه آن دهاتی سلتی می افتاد که کارهای ساده خانه اش را انجام می داد، دچار پشیمانی و نومیدی می شد و افکار پریشانی به ذهنش راه پیدا می کرد. او اتاقهای آرام با پرده های نقشدار در ذهنش تجلی می کرد که از نور چراغ‌های برنزی بلند روشن می‌شوند و در آن دو نوکر تنومند با شلوار کوتاه روی مبل‌های بزرگ لم می‌دهند و به انتظار صدور فرمان در گرمای سنگین بخاری داغ چرت می‌زنند. به سالن‌های بزرگی که با پرده‌های ابریشمی قدیمی آراسته شده بود فکر می‌کرد، به مبل و اساسی که جواهرات قیمتی آنها را تزیین کرده و به اتاقهای خلوت پرزرق و برق و معطری که خانم خانه در ساعت 5 خلوت بعد از ظهر را در کنار دوستان صمیمی و مردهای مشهور و ایدئال لم می‌دهد و گپ می‌زند. مردهایی که همه زنها حسرتشان را می‌خورند و جلب نظرشان آرزوی آنهاست. وقتی روبروی شوهرش پشت میز گردی می‌نشست که رومیزیش چند روزی بود عوض نشده بود و شوهرش در سوپخوری رو بر می داشت و با چهره بشاش می گفت به، سوپ گوشت عالی، در دنیا چیزی به این خوبی سراغ ندارم، نهارهای با شکوه را مجسم می کرد. نقره‌آلات براق رو و پرده های نقشداری رو که در اونها شخصیت های قدیم و پرندگان عجیبی دیده می شوند که در دل جنگل خیالی پرواز می کنند. غذاهای لذیذ رو در بشقاب‌های اشرافی مجسم می‌کرد و نجواهای عاشقانه را که معشوق با لبخندی چون لبخند اسفنکس گوش می‌دهد و در همان حال گوشت ارغوانی رنگ ماهی قزلالا یا پای بلدرچین را گاز می‌زند. نه لباس زیبایی داشت، نه جواهرالاتی و جز اینها به چیزی هم دلبستگی نداشت، در حالی که احساس میکرد برای همینها به دنیا آمده. دلش میخواست غرق در خوشی بود، مایه رشک زنها بود، دل از مردها میرو بود و در رویاهای آنها جا داشت. دوست داشت زن ثروتمندی که از همکلاسان سابق او بود، اما دلش دچار رنج دیگر به دیدن او برود، چون وقتی برمیگشت دچار رنج جانگزایی میشد. یک شب شوهرش با لبخندی پیروزمندانه به خانه آمد. پاکت بزرگی در دستش بود. گفت بگیر، این مال توست. زن حریصانه در پاکت رو گشود و کارت چاپ شده ای را از اون بیرون کشید. روش نوشته شده بود وزیر آموزش و پرورش و بانو افتخار دارند از آقا و خانم لویزل دعوت کنند که در شب دوشنبه 18 ژانویه در کاخ وزارتخانه حضور به هم رسانند.
زن برخلاف انتظار شوهرش که میخواست او را ذوق زده ببیند، دعوتنامه را با تحقیر روی میز پرتاب کرد و زیر لب گفت به چه درد من میخورد؟ شوهرش گفت اما عزیزم خیال میکردم خوشحال میشوی. تو که هیچ وقت جایی نمیری. این فرصت خوبی است. برای به دست آوردنش خون دلها خوردم. همه دلشون میخواد برن. این دعوتنامه رو دست هر کارمندی نمیدن. انتخاب میکنن. مقامات رسمی. همه اونا جمع میشن اونجا. زن با نگاهی حاکی از خشم بی‌صبرانه گفت بفرمایید چه لباسی بپوشم؟ مرد فکر آن را نکرده بود. منمن کنان گفت خب اون لباسی که موقع رفتن به تئاتر تن میکنی به نظر من که ظاهر خوبی داره. اون وقت حیرت زده درنگ کرد. زنش گریه میکرد و قطره درشت اشک از گوشه های چشم زن آهسته به سوی گوشه های دهنش روان بود. مرد با لکنت گفت چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ زن با تلاش زیادی اندوهش را فرو نشاند و همچنان که گونه های مرطوبش رو پاک میکرد با آرامی گفت هیچی، فقط من لباسی ندارم، بنابراین نمیتونم به مجلس رقص بیام. دعوتنامه تو به یکی از همکارایی بده که سر و لباس زنش از من بهتره. مرد ناامید شد اما گفت این حرفا رو بذار کنار ببینم ماتیل. یه لباس مناسب که به درد جاهای دیگه هم بخوره، یه لباس خیلی ساده، مگه چقدر تموم میشه؟ زن چند دقیقه فکر کرد، پیش خود حساب میکرد و در عین حال میترسید نکند مبلغی بگوید که فریاد وحشت این کارمند صرفه‌جو بلند شود و یا مخالفت کند. زن سرانجام با دودلی گفت درست نمیدونم اما فکر میکنم با 400 فرانک بتونم سر و تهش هم بیارم. مرد رنگشو اندکی باخت چون تازه این مبلغ رو کنار گذاشته بود تا به خودش برسه. تفنگی بخره و تابستون آینده گهگاه روزهای یک شنبه در دشت نانتر همراه دوستانی که آنجا چکاوک شکار میکنن چند تیری بیاندازد. اما گفت خیلی خوب 400 فرانک بهت میدم، اما سعی کن یه پیراهن قشنگی بخری. روز رقص نزدیک می شد و خانم لویزل ظاهراً غمگین و بیقرار و نگران بود، اما پیراهنش آماده بود. شوهرش یک شب به او گفت چی شده؟ اخماتو باز کن، این تو 2-3 روز توی خودت هستی. و زن پاسخ داد وقتی فکرشو میکنم که حتی یه دونه جواهر ندارم، یه تیکه طلا ندارم به خودم آویزون کنم، از خودم بیزار میشم. توی اون مهمونی حتما دق میکنم، اصلا بهتره نرم. مرد گفت گل طبیعی بزن، در این وقت سال مرسومه. 10 فرانک که بدی میتونی 2-3 تا روز عالی بخری. زن راضی نمیشد. نه، هیچ چیز تحقیرآمیزتر از این نیست که آدم میون یه عده زن ثروتمند بیچیز باشه. اما شوهرش بلند گفت عجب آدم بیفکری هستی. برو پیش خانم فورسیته و چند تیکه جواهر از او بگیر، اینقدرها که به اون نزدیک هستی. زن فریادی از شادی کشید. راست میگی؟ به یاد اون نبودم. روز بعد پیش دوستش رفت و ناراحتی خودشو برای اون شرح داد. خانم فورسیته به طرف کمد لباس آینه‌داری رفت. یک جعبه جواهر بزرگ بیرون کشید و اونو پیش دوستش آورد. در اونو گشود و به خانم لویزل گفت هر کدومو میخوای بردار عزیزم. زن ابتدا چشمش به چند دستبند افتاد، سپس به یک گردنبند مروارید، بعد به یک صلیب ونیزی که سنگ‌های گرانبهایش رو با مهارتی تحسین انگیز تراش داده بودند. آنها را جلوی آینه امتحان کرد. دل بود. دلش نمی‌اومد آنها را از خود جدا کند و پس بدهد. چند بار پرسید جواهر دیگری نداری؟ او گفت چرا دارم، نگاه کن. الماس نشانی رو درون جعبه ساتن سیاهی دید و قلبش با اشتیاقی بی حد شروع به تپیدن کرد. وقتی اونو برمی داشت بست، روی پیراهنش که گردن را می پوشانید افکند و از دیدن خود غرق در شعف شد.
آن وقت با تردید و دلی مالامال از اندوه پرسید: اینو به امانت میدی؟ فقط همینو. خانم فورسیت گفت: بله البته که میدم. زن دستهایش را دور گردن دوستش حلقه کرد و او را مشتاقانه بوسید. سپس دوان با جواهر دور شد. روز مهمانی رسید. خانم لویزل در آنجا درخشید. از همه زیباتر بود. دلربا، با وقار، لبخند بر لب و غرق در شادی. مردها همه به او چشم می‌دوختند. نامش را می‌پرسیدند. سعی می‌کردند به او معرفی شوند. وابستگان کابینه همه می‌خواستند با او برقصند. حتی توجه شخص وزیرم به خودش جلب کرده بود. با غرور می‌رقصید، با شور و شوق، مست از لذت، بیخبر از دیگران، کامیاب از جذبه زیبایی، سرخوش از پیروزی، در ابری از خوشبختی که آن کرنش‌ها، آن تحسین‌ها، آن آرزوهای بیدار گشته را به ارمغان آورده بود و آن احساس پیروزی که قلب هر زنی رو از شیرینی می آکند. ماتیلد نزدیکی‌های ساعت 4 صبح از میهمانی بیرون آمد. شوهرش همراه با 3 مرد دیگر که زنهایشان خوش می‌گذراندند در اتاقی خلوت خوابیده بودند. مرد شنلی رو که با خود آورده بود روی دوش زن انداخت. شنل هر روزه را که کهنگی آن با زرق و برق لباس رقص توی چشم می‌زد. زن این موضوع رو احساس کرد و خواست بگریزد تا از چشم زنهای دیگر دور بماند. زنهایی که خود را در خس‌های گرانبها پوشانده بودند. مرد جلوی او را گرفت. کمی صبر کن، بیرون سرما می‌خوری. من میرم درشکه رو صدا کنم. زن به او گوش نداد و به سرعت از پله‌ها پایین می‌رفت. به خیابان که رسیدند از درشکه خبری نبود. به دنبال درشکه گشتند و درشکه‌ران‌ها رو که از دور می‌گذشتند صدا کردند. نومیدانه به سوی رود سن راه افتادند. از سرما می‌لرزیدند. سرانجام کنار بارانداز یکی از کالسکه‌های قدیمی شبگرد رو دیدند که آماده مسافر بود. گویی شرم داشتند در روز روشن فلاکت خود رو نشان دهند. تنها در تاریکی شبها توی پاریس بیرون می آمدند. با درشکه تا جلو در خانه رفتند و بار دیگر با چهره گرفته راه پلکان خانه رو در پیش گرفتند. برای زن همه چیز تمام شده بود، اما مرد اندیشید که در ساعت 10 باید در وزارتخانه باشد. زن جلو آینه شنل را که شانه‌هایش را می‌پوشاند برداشت تا بار دیگر زیبایی خیره کننده خود را ببیند، اما ناگهان فریادی بر زبان آورد. گردنبند دیگر به گردنش نبود. مرد که لباسش رو بیرون می‌آورد پرسید: دیگه چه خبر شده؟ زن با حالتی دیوانه‌وار رو به او کرد و گفت: گردنبند خانم فورسیت گم شده. مرد مبهوت از جا پرید. چی میگی؟ چطور؟ غیر ممکنه. و چینهای پیراهن، چینهای شنل، توی جیبها، همه جا رو گشتن، اما اثری از گردنبند نبود. مرد پرسید: وقتی از میهمانی بیرون آمدی به گردنت بود؟ زن گفت: آره، توی راهرو کاخم به گردنم بود، اما اگر توی خیابان افتاده بود صداشو میشنیدم. حتما توی کالسکه افتاده. شوهرش گفت: آره ممکنه. شمارش رو برداشتی؟ گفت: نه. تو چطور نگاه کردی؟ گفت: منم نه. بساطه به همدیگه نگاه کردن. مرد گفت: تمام راه و پیاده برمیگردم ببینم پیداش میکنم یا نه. و بیرون رفت. زن با لباس رقص روی صندلی به انتظار نشسته بود، بی آنکه بتواند به رخت خواب نزدیک شود. خسته از شور و حال افتاده بود و بی آنکه حوصله فکر کردن داشته باشد. شوهرش نزدیکی‌های ساعت 7 صبح برگشت. چیزی پیدا نکرده بود. مرد به اداره پلیس سر زد. به دفتر روزنامه رفت و مژدگانی تعیین کرد. از شرکت‌های درشکه‌رانی و هر جا که حدسی میزد سراغ گرفت. زن صبح تا شب را با ترسی دیوانه کننده زیر بار آن بلای وحشتناک گذراند. گفت: باید به دوستت بنویسی سگک گردنبند شکسته و دادی تعمیر کنن.
به این ترتیب فرصتی پیدا میکنیم دنبالش بگردیم. زن نامه رو نوشت. با سپری شدن روزهای هفته همه امیدشون رو از دست دادن. مرد که 5 سالی پیرتر شده بود بلند گفت باید ببینیم چه چیزی به جای این جواهر میتونیم تهیه کنیم. روز بعد جعبه گردنبند رو برداشتند و به سراغ جواهر فروشی رفتند که نامش درون جعبه حک شده بود. جواهر فروش دفتراشو ورق زد. من این جواهر رو نفروختم خانم، فقط جعبهش کار منه. آنها سپس به تک تک جواهر فروشی ها سر زدن و با حسرت و اندوه دنبال گردنبندی شبیه همون گردنبند گشتند. در پال رویال در یک جواهر فروشی گردنبند الماسی پیدا کردند که به نظر آنها درست شبیه گردنبندی بود که به دنبالش بودند. قیمت گردنبند 4000 فرانک بود که البته با 36,000 فرانک هم مال آنها میشد و می توانستند آن را بخرند. زن و شوهر از جواهر فروش خواهش کردند که تا 3 روز گردنبند را نفروشد. سپس قرار شد در صورتی که جواهر تا پیش از آخر فوریه پیدا شد، جواهر فروش آن را در برابر 34,000 فرانک پس بگیرد. لویزل 18,000 فرانک پول داشت که از پدرش برای او به ارث باقی مانده بود. قرار شد بقیه را قرض کند. همین کار رو هم کرد. 1000 فرانک از یه نفر گرفت، 500 فرانک از یه نفر دیگه، 5 فرانک از کس دیگه، 3 لویی از جای دیگه. سفته داد، تعهدهای کمر شکن بر عهده گرفت و با رباخوارها و انبوه وام دهنده ها سر و کار پیدا کرد. زندگی آینده‌شو به خطر انداخت. پای هر قولنامه‌ای رو امضا کرد بی آنکه بداند از عهده آن برمی آید یا نه. و با آنکه فکر رنج‌های آینده، روزگار سیاهی که در انتظارش بود و محرومیت‌های جسمی و شکنجه‌های روحی که باید تحمل می‌کرد آزارش می‌داد. به مغازه جواهر فروشی رفت. 36,000 فرانک روی پیشخوان گذاشت و گردنبند خرید. وقتی خانم لویزل گردنبند برگردوند، خانم فورسیته با لحنی سرد به او گفت چرا به این دیری؟ خانم فورسیته در جعبه رو باز نکرد و خانم لویزل نفسی به راحتی کشید. اگر بو می برد که جواهر عوض شده چه فکری می کرد؟ چه حرفی می زد؟ نمی گفت که خانم لویزل دست به دزدی زده؟ خانم لویزل حالا حضور وحشتبار نداری رو حس می کرد. اون ناگهان به صرافت افتاد که باید به جنگ آن برخیزد. باید آن قرض دست و پاگیر را ادا کند. با خود گفت این کار حتما شدنی است. پیش خدمت خود رو بیرون کردند، محل سکونت خود رو تغییر دادند و اتاق محقری اجاره کردند. حالا طعم کارهای سخت خانه و بگذار بردارهای نفرت انگیز آشپزخونه رو میچشید. ظرفا رو میشست. ناخنهای میخک رنگش رو به چربی ظروف و مایتابه های آغشته میزد. رختهای چرک رو میشست. پیراهنها رو، زیر بشقابی ها رو، همه رو روی بند پهن میکرد. هر روز صبح آشغالا رو توی کوچه میبرد، آب بالا می آورد و در هر پا گرد درنگ میکرد تا نفس تازه کنه. لباس معمولی میپوشید. زنبیل به دست به مغازه سبزی فروشی، بقالی، قصابی میرفت. چونه میزد، بعد حرفی میکرد و از سکه های بی ارزش خود به دفاع برمیخواست. هر ماه چند سفته را میپرداختند. سفته های دیگر را تمدید میکردند و به ماه های دیگر میانداختند. شوهرش شبها کار میکرد. به حسابهای تاجری میرسید و اغلب تا دیر وقت دست نویسی یا پاک نویس میکرد و این زندگی 10 سالی به درازا کشید. با گذشت 10 سال آنها همه قرضهای خود را پرداخته بودند. همه رو با نرخ ربای مرکب. خانم لویزل حالا دیگه پیر شده بود. حالت زنهای خونه‌دار رو پیدا کرده بود. قوی، زمخت و خشن شده بود. گیسوانش آشفته، دامنهایش از ریخت افتاده و دستهایش قرمز شده بود. روی کف اتاق شرشر آب میریخت
و هنگامی که اونو تمیز میکرد بلند بلند حرف میزد. اما گهگاه وقتایی که شوهرش در اداره بود نزدیک پنجره می نشست و با آن شب شادی آور می اندیشید. با آن مجلس رقصی که قدم گذاشته بود و آن همه زیبا شده بود و آن همه مورد توجه قرار گرفته بود. اگر اون گردنبند رو گم نکرده بود چه اتفاقی می افتاد؟ کی خبر داره؟ زندگی چقدر عجیب و متغیره. چطوری که اتفاق بی اهمیت میتونه آدمو به خوشبختی برسونه یا بدبخت کنه. اما یک روز تعطیل که برای گردش به خیابان شانزلیزه رفته بود تا خستگی کار هفتگی رو از تنش بیرون کنه، ناگهان چشمش به زنی افتاد که دست بچه‌ای رو گرفته بود. خانم فورسیته بود. هنوز جوان بود، هنوز زیبا بود و هنوز دلربا. خانم لویزل یکی خورد. خواست با او صحبت کند یا نه؟ بله، البته که صحبت می کند. حالا که قرض خود را ادا کرده باید همه چیز را بگوید. چرا نگوید؟ جلو رفت. سلام جان. زن دیگر از اینکه چنین دوستانه طرف خطاب زنی مهربان و ساده پوش قرار گرفته مبهوت شد، چون او رو به جا نیاورده بود و منمن کنان گفت اما خانم شما رو به جا نیاوردم، حتما اشتباه گرفتید. زن گفت خیر، من ماتیلد لویزلم. دوستش بلند گفت ماتیلد بیچاره من، چقدر تغییر کرده ای؟ ماتیلد گفت آره، از آخرین باری که تو رو دیدم روزهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم و همه اونها به خاطر تو بود. دوستش گفت به خاطر من؟ چطور مگه؟ گفت یادت میاد اون گردنبند الماسی که به من امانت دادی تا در شب مهمانی رقص وزیرگردن کنم؟ گفت آره. خب من گمش کردم. خانم فورسیته گفت منظورت چیه؟ تو که پس آوردی. خانم لویزل گفت گردنبندی که من آوردم شبیه گردنبند تو بود، بنابراین 10 سال طول کشید تا بدهیمون رو پرداخت کنیم. خودت خبر داری برای ما که آسا پاسیم کار آسانی نبود. البته دیگه تمام شد و من از این نظر خیلی خوشحالم. خانم فورسیته خشکش زده بود. منظورت اینه که به جای گردنبند من گردنبند الماس خریده ای؟ ماتیلد گفت بله، تو اون وقت متوجه نشدی. آخه مو نمیزد و با حالتی غرورآمیز و در عین حال ساده لوحانه لبخند زد. خانم فورسیته که به راستی تکان خورده بود هر دو دست او را در دستهای خود گرفت و گفت ای ماتیلد بیچاره من، آخر چرا؟ گردنبند من بدلی بود، دست بالا 500 فرانک می ارزید. خب دوستان عزیزم، الان چه احساسی دارید با دونستن این مطلب که اون گردنبند بدلی بوده و اینقدر ماتیل و همسرش 10 سال برای جبران اون ضایعه زحمت کشیدن و زجر کشیدن؟ خوشحال میشم نظراتتون رو راجع به این داستان و آدم‌هایی که حوادثی مشابه این تجربه کردن برام بنویسید. حتما نظراتتون رو کامنت کنید. اگر تا الانم کانال ما رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و کامنت ها و لایک های قشنگتون رو از ما دریغ نکنید. تا شبی دیگر و داستانی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم.